که گفتم دنده برم. من دنده رفتم تا ببینم به کجا میرسم. یه خونه دیدم، رفتم سراغش. پشون بود. به نفس موتورم پاک کردم رفتم با ترس و لرز. نشسته رفتم. اون ترسناک بود، میترسیدم ولی وارد شدم. دم میز یه بیرون بامب زیاد بود، ترسیدم بمیرم و تو خونه موندم. استیو و جک سلام. شکلات ببریجه دیرم میرسم. با خونه میرفتم که ناگهان وقتی که فرار کردم پاشم همش خواب بوده. اسکول شدم، با ترس و لرز اومدم پایین. یه دونه شکول خوردم نمیرم حتی واقعا خونم هیچی نشد. یهو اومدم برم بیرون، با این مشاهده شدم و مردم.